بسم الله الرحمن الرحیم. معدن کوه چل دختر باز مجدداً دچار چالش شده و مردم باز هم اعلان مخالفت میکنن با این طرح. از طرف صاحب معدن جناب آقای ظفرخانی پیشنهادی شد به مردم اعلام کردیم، ولی مردم به صورت صریح مخالفت خودشون اعلام کردن و این پیشنهاد از طرف مردم رد شد. بنابراین تعدادی به نمایندگی از طرف مردم اینجا آمدند که بگن ما مخالف احداث معدن در این منطقه هستیم و عطایش رو به لقایش میبخشیم. بنابراین با توجه اینکه موقعیت کشور عزیزمان حضور مردم سلاح نبود، همه مردم، بنابراین تعدادی به نمایندگی آمدن، ولی اگه لازم باشه همه مردم سینه به سینه، صف به صف اینجا باز هم خواهند آمد و از این طبیعت زیبا محافظت خواهند نمود.